در انگلیسی میخوای بگویی که مارکر ما، ساعت ما، خونه شما، خانه از ما، کشور آنها، اینها رو چگونه بیان میکنی؟ با گرامر possessive adjective. چی معنی میده؟ صفات ملکی. صفت قبل اسم استفاده میشه و ملکیت رو نشان میده. کدام ها هست؟ my, your, our, their, his, her, its. چی معنی میده؟ از من، از شما، از ما، از آنها، از اون مرد، از اون خانم، از اون بیجان. پلاس بعدش ناون یگانه صفت باید بیاری. خب میخواین یاد بگیرین، پس بریم یاد بگیریم دوستا، جایی نریم. سلام، علی سجاد یاری هستم، یک تن از اساتید زبان انگلیسی و امروز دوباره خوش آمدید به یک از ویدیوهای گرامر با علی سجاد یاری. possessive adjective را امروز میخوانیم. possessive ملکی، adjective صفت. possessive adjective صفات ملکی. از نامش پیداست که صفتی هست ولی ملکیت را نشان میده. تعریف داریم used before nouns. همیشه در یادتان باشه دوستا که خاندان صفت یا اقسام صفات همیشه قبل اسم استفاده میشه. بعد از اسم یا بجای اسم استفاده نکنید، قضیش میره به pronoun یا ضمیر. use before noun قبل اسم میایم and show possession or ownership. ملکیت یا مالکیت نشون میده. حالا ملکیت یا مالکیت چیست؟ چیزی که من دارم، چیزی که تو داری، چیزی که آنها داره، چیزی که ما داریم، چیزی که بسته جهان داره، چیزی که خداوند داره، چیزی که کائنات داره. هر آن چیزی که هر آن کسی که یک چیز داشت، اون مالکیت از اون شخص یا از اون مرد یا از اون بیجون یا از اون ربات می باشه. پس فعلا من مارکر دارم، مالکیت من اینجا میخوایم نشان بدم. با چی نشان میدم؟ با possessive adjective. خب حالا چند دانه داریم؟ my, your, our, their, his, her, its. 7 دانه داریم. my از من، your از شما، our از ما، their از آنها، his از او مرد، her از او خانم، its از او بیجان. و اینجا براتون پلاس ماندیم و بعدش noun استعمال کنیم باید. و بعدش noun یعنی اسم. یعنی باید اسم استفاده کنیم بعد از اینها. حالا چگونه؟ مثلا میگیم my pen، قلم من. your phone، فون شما. our money، پول ما. their house، خانه آنها. his bracelet، دستبند او مرد. her marker، مارکر او خانم. its shape، شکل او بیجان. اینا شد اسم ها و اینا شد possessive adjective ها، چون که ما قبل اسم اینا را استفاده کنیم. حالا اگر من بخوای میرم مثال واقعا بسازم برش، از این به بعد پیش مثال میسازم. my pen is black. my pen قلم من سیاه است. مثال بعدی your phone is ringing. your phone is ringing یعنی تلفن شما در حال زنگ خوردن هست. our money was stolen. پولهای ما دزدیده شد. their house looks more beautiful. their house خانه آنها looks به نظر میرسه more beautiful بسیار زیبا. خانه آنها بسیار زیاد مقبول به نظر میرسه. دستبند او مرد بزرگ است. his bracelet is big. خب her marker، مارکر او خانم رنگ نداره. her marker does not have ink. آمدیم سر shape و its shape، شکل او بیجان بسیار کوچک است. its shape is so یا very کوچک. چی میگیم؟ tiny هم برش میگیم، هم میتونیم بگیم small. این هم از مثال های ما بود که اینها رو ساختیم. ولی اینجا دقت کنید که noun گذاشتیم یعنی چی؟ بعد از اینها باید noun بیاید که my pen، your phone، our money، their house، his bracelet، her marker، its shape. این هم از درس
possessive adjective یا صفات ملکی ما بود که هم مثال ساخته ما هم فهمیدیم. هر روز یک انواع صفت کار میشه. پس اگر میخوای از این درس جا نمانی، سابسکرایب کو تا ویدیو بعدی را با ما باشی. بریم ویدیو بعدی رو ببینیم.